امروز 31 اکتبر است و همراه با شما نظر میاندازیم با خبرگزاری‌های تاجیکستان و جهان. نخست سرخط بعضی از مطالب برنامه. ما دخل نداریم. اداره نقلیات شهر مسکو میگوید که مسئول نشر و چسبانیدن ورقه‌های تحقیرآمیز در نسبت مهاجران توجیک نیست. در اوکراین همسر مردی چچنی متهم به سوءقصد به جان ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه کشته شد. وزارت امور داخلی اوکراین گفت که در این حمله شوهر زن هم جراحت برداشته است. و بعد امید 88 نوبت توجیک ترانسگاز حکومت طلب کرده است که کارخانه قرض دولتی را با فایزش برگرداند، اما مسئولان شرکت ستانیدن مفاد قرض را غیر منطقی می‌دانند. ҷск توجیک ترانسگاز تصمیم گرفته است که نسبت به فایزهای حساب کرده شده مبلغ‌های جریمه از روی سود تصمیم گرفته است که شکایت برد. اداره نقلیات شهر مسکو میگوید شرکت مسکوفسکی ترانسپورت با ورقه‌های تحقیرآمیز در نسبت مهاجران توجیک هیچ ارتباط ندارد. به گفته شاهدان چند روز به این سو در ایستگاه‌ها و نقلیات شهر مسکو ورقه‌هایی را چسبانیدند که در آن در شکل شعر توجیکان با عباره‌های ابله و خلق چرکین و پر از مواد مخدر منفور تصویر شدند. هنوز معلوم نیست مسئولیت نشر و پهن کردن این ورقه کاری دستی کیست. فعالان جمعیتی در روسیه میگویند باری اول نیست که چنین ورقه‌ها پهن میشوند. از روی این کاغذ میتوانند که دلایل جنایی کشویند و گفتنی هستم که چنین رفتارها سالهای پیش هم بودن. با خود من یک نفر هم رسمی رو فرستاده بود سال گذشته که در یکی از خط سیرهای اتوبوس در ولایت مسکو در آن نه درباره تاجیکان عموما درباره مهاجران نوشته شده بود که اگر که شما دانید که آنها در کجا زندگی میکنند و کار فعالیت میکنند با ما زنگ زنید، ما رفته آنها را از آنجا میرانیم و شهر رو تازه میکنیم. تاکنون نظر رسمی مقامات مسکو راجع به این ورقه تحقیرآمیز نشر نشده است. روسیه سالهای استقلالیت به مکان کار و درآمد صدها هزار شهروندان تاجیکستان تبدیل شده است که با سبب بیکاری شدید به این کشور دنبال کار میروند. ضمناً در ادامه موضوع روسیه همین لحظه معلوم شد که شماره قربانیان صدمه مرگبار نقلیاتی دیروزه در ولایت ساراتوف روسیه که همشان مهاجران توجیک بودند به 5 نفر رسید. در این باره در آخر برنامه برایتان معلومات خواهیم داد. شب گذشته در کنار کیف امینا اوکویوا کشته شد و همسر آدم اسمایف است که سال 2012 با اتهام تهیه سوءقصد به جان ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در اوکراین بازداشت شده بود. ولی اوکراین از استرداد نام برده به روسیه خودداری نمود و از آن زمان این اویله چچن در اوکراین به سر میبرد. امینا اوکویوا با آدم اسمایف در سال 2014 در جنگ‌های دنباس نیز شرکت کردند. تا 20 امسال این زن و شوهر توانستند از یک سوءقصد جان به سلامت برند. سجیده میرزا موضوع را ادامه می‌دهد. شام 30 اکتبر همسر یک مرد چچن که به سوءقصد به جان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین متهم شده است در نزدیکی‌های شهر کیف به قتل رسید. وزارت امور داخلی اوکراین میگوید که در این حمله شوهر این زن نیز جراحت برداشت. در مکانی که جنایتکاران ناشناس حمله کرده ماشینی را با 2 شهروند مورد آتش قرار دادند، گروه تفتیشاتی کار را آغاز کرد. یکی از مسافران ماشین کشته شد، دیگری در شفاخانه است. خدمات وزارت امور داخلی اوکراین در شبکه فیسبوک نوشتند که هنگام عبور کوچه ماشین امینا اوکویوا و آدم اوسامایف را افراد نامعلوم از کمینگاه هدف آتش قرار دادند. او از سرش تیر خورد. من کوشش کردم که ماشین را از جای حمله هر چیز دورتر برم. بعد محرک ماشین متوقف شد زیرا تیر به محرک هم اصابت کرده بود. من کمک اولیه رساندم ولی جراحت جدی بود. فکر میکنید کاری روسیه است؟ بله، اینجا رابطه با سوءقصد به جان وکیل مردمی مسیچوک به نظر می رسد. در اینجا گروهی تروریستی فعال است. کشتار اوکویوا چند روز پس از قتل وکیل مردمی ایهور موسیچوک به وقوع پیوست. 26 اکتبر بر اثر بمبگذاری همراه با رهبر حزب رادیکال اوکراین موسیچوک یک رهگذر نیز هلاک شد و 3 تن دیگر زخم برداشت.
اوکویوا یک مدت در ستاد موسیچوک به حیث مشاور ایفای وظیفه کرده بود. اوکویوا و اوسامایف ماه ایون نیز مورد سوء قصد قرار گرفته بودند. اوکویوا در جنگ‌های شرق اوکراین در بتالیون به نام پرزیدنت پیشین چچنستان جوهر دودایف اشتراک کرد و از دست فرمانده اوکراینی تپانچه جایزه گرفت. او مسئول حمله ماه ایون را با همین تپانچه مجروح کرده بود. رو می‌آوریم به موضوعهای جهانی. پول مانافورت رئیس سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اتهامات به ضد خود را رد کرد. پرونده او را در چارچوب یک تفتیش درباره انتخابات رئیس جمهوری آمریکا در سال 2016 هم تحقیق کردند. این تفتیش برای معلوم کردن آن است که آیا در واقع روسیه به انتخابات آمریکا دخالت کرده است یا نه. طاهر سفر گزارش می‌دهد. پول مانافورت رئیس سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ باید در حضور دادگاه جواب بدهد. اتهامات که به او و شریکش ریک گیتس اعلان کردند بسیار سخت است. او را به 12 جنایت متهم می‌کنند: توطئه علیه آمریکا، انجام مأموریت برای کشوری خارجی بدون ثبت رسمی، اظهارات دروغ و پولشویی. وکیل دفاعش گفت بعضی اتهامات بی اساس است. اتهام داشتن حساب‌های بانکی آفشوری برای انتقال پول به ایالات متحده که گویا پنهان کردن درآمد به حساب می رود، به نظر من اتهامی مسخره آمیز است. با پول مانافورت در چارچوب تحقیق قضیه ارتباط احتمالی اطرافیان ترامپ با حکومت روسیه اتهام اعلان شد. خبرنگاران معلوم کردند که مانافورت با صاحبکاران روسیه همکاری داشته است. خودش میگوید همکاری به انتخابات هیچ ارتباطی نداشت. در سندهای دادگاهی که روز 30 اکتبر نشر شد، هیچ چیزی درباره دونالد ترامپ و معرکه پیش از انتخاباتیش گفته نشده است. کاخ سفید گفت اتهامات به ضد مانافورت هیچ رابطه به انتخابات ندارد. اعلان امروز هیچ ارتباطی به رئیس جمهور ندارد. هیچ ارتباطی به معرکه انتخاباتیش و یا فعالیت‌های وابسته به آن ندارد. خود دونالد ترامپ روز 30 اکتبر در صفحه‌اش در توییتر نوشت تمام اتهامات به حادثه‌های چند سال پیش ارتباط می‌گیرد و ارتباط اطرافیان او با روسیه در زمان انتخابات پرزیدنتی ثابت نشده است. برمیگردیم به تاجیکستان. با شدت گرفتن قضیه بحران قرضداری شرکت تامین کننده مواد سوخت امید 88 از دولت، اکنون ظاهرا نوبت کارخانه تاجیک ترانسگاز رسید. حالا حکومت از این شرکت طلب کرده است که قرضی از دولت گرفته را با فایزش برگرداند. گپ سر میلیون ها سومانی می رود که از 6 سال به این طرف جمع شده است. اما مسئولین شرکت با چنین تقاضا پاسخ دیگر دارند. گزارش نوبتی را تماشا میکنیم. دادگاه اقتصادی دوشنبه کارخانه دولتی تاجیک ترانسگاز را موظف کرده است تا 10 میلیون سومانی قرضی از دولت گرفته‌اش را با جریمه‌اش برگرداند. تاجیک ترانسگاز میگوید حکم سود اقتصادی دوشنبه را در مورد پرداخت مبلغ قرض قبول دارد، اما به قرار پرداخت فایزهای عهدشکنی در حجم تا 6 میلیون سومانی راضی نیست. شعبه حقوق جسیکا تاجیک ترانسگاز تصمیم گرفته است که نسبت به فایزهای حساب کرده شده مبلغ‌های جریمه از روی سود تصمیم گرفته است که شکایت برد. سال 2011 حکومت برای تامین نمودن شهر دوشنبه و کارخانه‌های صنعتی به گاز ازبکستان به جمعیت سهامی تاجیک ترانسگاز 10 میلیون سومانی جدا کرد. متاسفانه بعضی کارخانه‌های عظیم از آن جمله به مانند لعل شهر خوجند تا هنوز از ما زیاده از 6 میلیون سومانی قرضدار است. و این مبلغ‌ها از همون مبلغ‌هایی که 10 میلیون طبق سفارش حکومت جمهوری تاجیکستان جسیکا تاجیک ترانسگاز قرض گرفته بود فرا می‌گیرند. عالم جان رحیموف گفت کارخانه شیشه براری لعل مفلس شده است و فعلا با آنها بحث سودی دارند. در تاجیک ترانسگاز اینچنین بر رادیو آزادی گفتند که مذاکرات خود را با ازبک ترانسگاز آغاز کردند. امکانیت واردات گاز طبیعی به تاجیکستان در سال 2018 فراهم آمده است. امروز در مرحله حجم واردات و نرخ آن ما گفت و شنید رو ادامه داریم. موردی به موافقه رسیدن دوباره برقرار کردن انتقال گاز طبیعی وارداتی به جمهوری تاجیکستان هست.
با قول مسئولین تاجیک ترانسگاز با پیدا شدن این سرچشمه درآمد پرداخت 10 میلیون قرض وزارت مالیه تاجیکستان امکان پذیر می شود. تا سال 2013 شرکت تاجیک ترانسگاز از 200 تا 600 میلیون کوبامتر گاز طبیعی را به تاجیکستان انتقال می داد. در شمول خریداران اصلی آن کارخانه آلومینی تاجیکستان و زواد سمنت شهر دوشنبه بودند. قرضدهی وزارت مالیه تاجیکستان به شرکت‌های تجارتی بعد قضیه امید 88 وردی زبان‌ها شد و حالا برآمدن اطلاع درباره قرض چند میلیونه که باز هم در آن نام این وزارت ذکر می‌یابد به قول تحلیلگران مایه نگرانی هم هست. тавре дар оғози барнома хабар дода будем, дар вилояти Саратов дар натиҷаи як садамаи автомобили 5 шаҳрванди Тоҷикистон ба ҳалокат расиданд. 6 нафари дигар дар бемористон қарор доранд. Сафорати Тоҷикистон дар Москав гуфт ҳуввияти ҳалокшудаҳо ва захмиёнро мушаххас кардааст. Пулиси вилояти Саратов мегӯяд, ки ҳодисаи мудҳиши бархурди як микроавтобусу мошини борбари КамАЗ шоми дирӯз рух дод. Дар дохили микроавтобус шаҳрвандони Тоҷикистон нишаста буданд. тафтиши пешакӣ муайян кардааст, ки мошини КамАЗ нагузоштааст микроавтобус аз роҳ убур кунад. аз рӯи ин ҳодиса парвандаи ҷиноӣ боз шудааст ва сафорати Тоҷикистон дар Русия ҷузъиёти садамаро таҳқиқ дорад. ва дар Тоҷикистон сар аз имрӯз сабқати футболбозони дастаҳои мунтахаби ҷавонони кишварҳои Осиё барои роҳ ёфтан ба мусобиқоти қаҳрамонии футболи Осиё 2018 оғоз мешавад. қабл аз шурӯъи ин сабқа дар шаҳри Душанбе нишасти хабарӣ баргузор шуд ва сармураббии дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон ба тавонмандии футболбозон баҳо дод. ҳамкори мо Нарзуллои Латиф ҳам дар ин нишаст буд. از 31 اکتبر تا 8 نوامبر در شهرهای دوشنبه و حصار مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا در گروه بی برگزار می شود. در این گروه 5 دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله بنگلادش، مالدیو، تاجیکستان، شریلانکا و ازبکستان شرکت می ورزند. منتخب جوانان تاجیکستان اولین بازیش را 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار با تیم بنگلادش انجام می دهد. در یک نشست خبری که 30 اکتبر در شهر دوشنبه دایر شد، مبین ارگاشف سرمربی تیم منتخب جوانان تاجیکستان ابراز داشت که وظیفه دسته راه یافتن به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا 2018 می باشد. Я бы не сказал, что команды, допустим, кроме ман гуфтанӣ нестам, ки ба ҷуз Узбекистон дастаҳои дигар сустанд. ба ман бозиҳои Бангладеш, Шри-Ланка ва Малдив писанд аст. онҳо моҳи сентябр мусобиқа доштанд. ман наметавонам бигӯям, ки аз рақиби аввалинамон Бангладеш як сару гардан болоем. ҳоло футбол дар ҷаҳон рушд меёбад ва дастаи Бангладеш ҳам пеш меравад. бозии Бангладешро бо Ҳиндустон ва Шри-Ланка тамошо кардем. маъқул шуд. мо мекӯшем, ки хуб бозӣ кунем, зеро аз бозии аввал бисёр чиз бастагӣ дорад. فوتبالبازان جوان تاجیک 4 نوامبر با منتخب شریلانکا، 6 نوامبر با تیم مالدیو و 8 نوامبر با دسته ازبکستان رقابت می‌کنند. بر اساس دستور مسابقات به مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا 2018 میان دسته‌های منتخب جوانان زیر 19 ساله که سال آینده در مالایزیا برپا می‌گردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته‌ای که در گروه‌های خود جای‌های دوم را می‌گیرند از روی نشاندادهای بهترین راه می‌یابند. додгоҳи Ӯзбекистон як донишҷӯро барои бадрафторӣ бо ҳамсабақаш ба 6 соли зиндон маҳкум кард. рафтори ин донишҷӯ хашми мардумро дар кишвар барангехт. бино ба гузоришҳо, додгоҳи ноҳияи Миробод Исломбек Тулаганови 18 соларо барои осеби марговар расонидан ба ҳамкурсаш Ҷасур Иброҳимов рӯзи 30 октябр ҷазо дод. ба гуфтаи аъзои хонаводаи Исломбек, донишҷӯи коллеҷи тиббии Баровский дар шаҳри Тошканд моҳи майи имсол Ҷасурро ба ҳадде задааст, ки ӯ баъди як моҳ даргузашт. марги ҷавони 17 сола мардумро ба ҳадде хашмин кард, ки дар Тошканд ба тазоҳурот баромада аз мақомот хостанд гунаҳгорро ҷазои сазовор бидиҳанд. ин чанд матолиби муҳиме буд, ки то ин лаҳзаҳо дар ихтиёр доштем. хабару гузоришҳои бештар аз инро шумо азизон метавонед дар сомонаи мо www.ozodi.org, саҳифаи вижаи мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ мисли Facebook, Twitter, Одноклассник тамошо кунед. ташаккур барои ҳамроҳӣ. худо нигаҳдори ҳар яки шумо.